عجیب زندگی داریم. ما نمیدونیم در کدام عصر هستیم. تصور کنید فرزند منصبدار جنایت میکنه، تمغه ماشین لکسوس و مرسدس و لندکروزر گناهگار. در پارلمان کشور جنایت می شود، قانونهای احمقی تصمیم گرفته می شود، روز انتخابات پرزیدنتی را به خواست و به کیفیت دل خودشان 1 ماه و 2 ماه پیش می برند. وقتی که گناه او را می فهمی که اصلی هدف چی است، در او حالت هم کوههای بلند تاجیکستان گناهگار. پس ما کی هستیم؟ پس ما نمیدونم در کدام عصر زندگی داریم. هر جنایتی که اونها صادر میکنن، تمغه ماشین گناهگار، تمغه مغازه گناهگار، تمغه لباس گناهگار، تمغه کوههای بلند وطن گناهگار. گناهگار شدیم که ما ملت در وطن زندگی کردیم که کوههای بلند داریم. گناهگار شدیم. ما این خیلی زندگی را تا کی چند خیلی دیگه پیش میبریم.